دوستان از نمیدونم حالتون خوبش هستن شما خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال ما. دوستان تو این ویدیو میخوایم یه مشکل اساسی رو برای همه کسایی که تولید محتوا میکنن و تازه شروع کردن حل کنیم. دوستان شما مثلا تازه شروع کردین تولید محتوا رو توی یوتیوب مثلا یا توی آپارات، فرقی نمیکنه. خب تازه تولید محتوا رو شروع کردین، برای ویدیوهاتون چی میخواین؟ تامنیل یا کاور میخواین؟ تامنیل همین عکسی که روی ویدیو میزنه، تصویری که روی ویدیو میزنه. خب حالا برای ساخت تامنیل نیاز به چی داریم؟ نیاز به فتوشاپ داریم. بله، نیاز به فتوشاپ داریم. حالا برای اینکه بخوایم فایل فتوشاپ رو به عکس تبدیل کنیم چیکار کنیم؟ اینجا دیگه هممون گیر میکنیم. مثلا شما وقتی میخواین سیو رو بزنین اونجا 4 تا فرمت براتون بیشتر نمیاره. حالا توی ادامه آموزش بهتون توضیح میدم که یعنی چی. حالا میخوایم این مشکل رو حل کنیم و دیگه فرمت کاری کنیم که فتوشاپ فرمت عکس رو پشتیبانی کنه و کلا برامون به صورت فرمت عکس چی کنه، سیو کنه. خب دوستان قبل از اینکه بریم سراغ آموزش حتما لایک، کامنت، دنبال فراموش نشه. ما رو هم حتما به دوستاتون معرفی کنین، توی چنلمون بمونی، حتما ما رو دنبال کنه. قرار کلی آموزش خفن بذاریم، آموزش ورد قرار بذاریم توی آینده، آموزش فتوشاپ قرار بذاریم، آموزش پریمیر قرار بذاریم. دوستان خلاصه دیگه حتما با ما باشین. پس به دوستان بدون وقت میریم سراغ ویدیو. Let's go. دوستان بریم سراغ آموزش. دوستان به عنوان مثال شما تامنیل خودتون اینجا طراحی کردین. حالا من یه عکس به عنوان مثال اینجا آوردم. خب مشکل اکثریتمون اینه وقتی میایم اینجا میخوایم روی سیو اس بزنیم و فرمت جی پی جی یا پی ان جی رو انتخاب کنیم. یه دقیقه اینو درستش کنم. خب وقتی اینجا میخوایم مثلا فرمتمون انتخاب کنیم، ببینید این 4 تا رو معمولا برای شما بیشتر نمیاره. خب فقط هم این 4 تا رو معمولا برای شما میاره. حالا ما اومدیم این مشکل رو حل کنیم و فرمت های دیگر رو بهش اضافه کنیم که فقط این 4 تا نباشن. دوستان برای این کارمون میام روی بخش ادیت، میام روی گزینه آخر، از اینجا این بخش رو انتخاب میکنیم و دوستان اینجا این تیک رو فعال میکنیم. این تیک برای شما خاموشه، تیکش رو میزنیم، اوکی رو میزنیم، میان توی فایل رو دوباره امتحان میکنیم. حالا وقتی بیان اینجا به همه فرمت ها رو برای شما آورد. خب دوستان این بود از این آموزش شما. امیدوارم از آموزشمون خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و دنبال یادتون نره. ما رو هم حتما به دوستاتون معرفی کنین. آموزش رو به طور مختصر، کاملا مختصر بهتون دادم، بدون اضافه کردن چیزی یا بدون که ویدیو طولانی بشه. همینجوری بهتون گفتم، به صورت کوتاه بهتون دادم. خب دوستان امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دیگه لایک و کامنت دنبال یادتون نره. ما رو هم به دوستاتون معرفی بکنین و حتما چنل ما رو فالو کنین. ما تو این چنل توی آینده آموزش های خیلی خیلی باحالی میخوایم بذاریم. آموزش ساخت تامنیل میخوایم بذاریم، آموزش پریمیر میخوایم بذاریم. و دوستان دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.